مراجعت کرده گفتنی هستیم که امروز سند در تقویم 8 مارس سال 2021 است و حالا ما قرار داریم در نزدیکی قصر جوانان که ماس انا همین روز برنامه کنسرتی غالیبجون یوسوپوف برگزار کرده است و باید قید کرد که این لحظه سیومین بستی برنامه کنسرتی رفته است و ما اومدیم به خاطر که چند پارچه های عجایب رو از رفتی برنامه مذکور بهر شما پیشنهاد کنیم. سلام گرم و جوشان با اونایی که ما رو از اون طرف اکران همراهی کرده است. ما این لحظه حاضر شده ایستادیم با قفای صحنه و باید قید کرد که برآمد کنندگان مست در اینجا جمع میشوند و ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که یک و به یک با اونها هم صحبت شویم و از رفتی کنسرت هم با شما پارچه پارچه یعنی لحظه های عجایب ترین و بهترینش رو نمایش دهیم. با ما باشید. مادران عزیز، خواهران مهربان، همه شما را به فرا رسیدن ایدی بهار، ایدی بانوان صمیمانه تبریک میکنم. بگذار همیشه خیلی خرسند، زیبا، خندانروی باشید. عیدتان مبارک شود. مرحمت، کنسرت ما ادامه دارد. کنسرت مبارک باشد. غالیبجون یوسوپوف. جز عشق یار میلی دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه گشتم که مادرم روی لبش غیر ودا ای پسر نداشت. بینندگان عزیز، این نوبت ما با نفری هم صحبت میشیم که مست توسط برنامه کنسرتی غالیبجون یوسوپوف برای مردم شهر خوجند و عموما برای مردم ولایت سوق معرفی شده است. اختیار جان کامیلوف، السلام علیکم. سلام علیکم. اکو عزیز مونده نباشه. رحمت. ما میبینیم که امروز هم یعنی در برنامه کنسرتی امسال هم شما برآمد دارید، ما خرسند شدیم. بله، تشکر میگم. من تا چند سال است که شما مست در برنامه کنسرتی غالیبجون برآمد میکنید؟ قریب 6 سال میشود که با همراهی غالیبجون یوسوپوف همکاری میکنیم در برنامه کنسرتی، چون همه ساله که رفتی برنامه کنسرتی رو البته یک جایه میگذارونیم. طرحی آماده سازی سیناری اون رو یک جایه با مصلحت خاصه خودی غالیبجون یوسوپوف و چند سررژیسوران و دیگر متخصصان البته رفتی برنامه رو طرح ریزی میکنیم، سیناریش. بهترین گویان که به صحنه برآمد کرده ایستاده باشید. اینقدر شما خودتون یک شخصی عجیب هستید. ببینید همش یک طرف. از یک برنامه کنسرتی چه مقدار مبلغ شما به دست میاره؟ برای همگان شوق آور است. واقعا سوالی عجیب. پیش از همه برای من شخصا اویدی همین سوالی شما گفتنی هستم که مبلغ مهم نیست. برای چی مهم نیست؟ برای آنکه من همراه غالیبجون یوسوپوف همچون دادر و برادر هستیم. زین خاطر برای بین ما مبلغ مهم نیست. خلاصه رایگان. خیر رایگان گوی من می شود، لیکن مهم دادری و برادری است. چه مقدار مبلغ پرداخت میکنید برای که به کنسرت برآمد کنید؟ مادامی که اون نفر به شما مبلغ نمیده، حداقل شما مبلغ میدید که به کنسرتشون برآمد کنید. نه، من مبلغ نمیدیم. پس کاستوم های نم از کجا؟ از حساب خودم. خب البته شوخی کردید. من برای خودتون هم همین چیز عیان است که شما مست توسط برنامه کنسرتی غالیبجون یوسوپوف معرفی شدید. بله، همچنین در برابر اونی که به مردم خدمت میکنیم، همچنین توسط همین برنامه کنسرتی نیست البته به مردم معرفی شدیم و بارها میشد که وقتی غالیبجون یوسوپوف رو به توی معرکه ها دعوت میکنن، این چنین میگن که همان برنده کنسرتتون هم
توی بیارید یا که با توی معرکهشون گفتی گپا که زکات میکنن یعنی که فرمایش میکنن بهترین یک سرود خونه میدید با من میدونم تا کنون من ندیدم در جایی که شما سرود سرایده باشید بیاید یک نوگونی و دیگرگونی شود من میدونم که قریب همه سرودهای غلیجان یوسف رو شما میدونید بله من هم با شما کم کم همراه میشم اگر امکانیت شود اگر من متنهایش رو دونم یعنی آغاز میکنیم باری اول اختیار جان کامیلوف بحری شماینی عزیز ترانه میسراید خب یعنی بخونم محمود خان من چقدر که گفتید همه سرودهای غالبجان یوسفوف را از یاد میدونم از همون لحظه از سال 2001 سر کرده از یاد میدونم و امروز بسیار معمول است همون ترانه‌ای که به دلها اینقدر جای گرفته است سرود فاصله ها است من میخوام که همون زمزمه کنم برای تماشابینان عزیز یکی را دوست می دارم که دور است دلی من از فراقش ناصبور است نصیبی من بکن را خدایا مرا با او بودن شرط و ضرور است بین ما فاصله ها بین ما دشت و بیابان و کوه و دریاها عکس زیبای تو را میبینم و میگیرم به تو من میمیرم به تو من میمیرم به تو من میمیرم به تو من میمیرم دلم پر بود پینهان گریه کردم لبانم بسته خندان گریه کردم برای آن که اشکم را نبینند همیشه زیر باران گریه کردم بین ما فاصله ها بین ما دشت و بیابان و کوه و دریاها عکس زیبای تو را میبینم و میگیرم به تو من میمیرم به تو من میمیرم امروز کنسرت شما یا کنسرت غالبجان؟ کنسرت غالبجان یوسفوف است واقعا بخشیده به عید مادران است از کدام نوتا خوانده تازه؟ به فکرم از فا بود شما از یک نوتای خواندید که حالا این گونه نوت نیست از رحمت سلام باشید اختیار جان کامل بودن برای ما با چند سوال های ما جواب دادن و در اختیار همین اولین بار بود که شما سرود سراییدید در کامera گوییم بله برای کامera بارها من فکر میکنم که در توی معرکه ها همراه غالبجان بسیار سرود سراییدگی هستم لیکن برای نوار باری اول است سلامت باشید من بعد شماره سرود سرایی ها هم باز هم بیافزایم ان شاء الله از رحمت سلامت باشید بینندگان عزیز و ارجمند در برابر دیگر نفران با ما میسر گردید که با مادر 85 ساله که از خود اسفر برای تماشای برنامه کنسرتی غالبجان آمدند هم صحبت کنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام بچه جان. روزی مادرم مبارک باشد. رحمت اللهم سیندم بره بیتون رحمت. مادر جان عزیز چند سال اینجوری بس که شما با برنامه کنسرتی غالبجان میآیید؟ من یکم بار اکو آمدم لازم دار بودیم بچه هم اکو ایران آمدن که با ای هم بیاد من نمی آمدم اکو آمدم و سال دل تا باشنه بود من گنبور رو به نتونستم بیاریم برو آمدم ابای توزی بس سلامت باشه. خود شما مخلصی غالبجان هستید یا نه؟ البته همین من دیگه جا هنده دیگه خانه هنده داشته باشن درم نبیاره جام چک بزند که بروید بچه تام برو امساسی هم گفته درم سنه آمده تماشا میکنم همین بچه یکو 6 سال اینجا شما مخلصی غالبجان نبیاره همه تویش به گرام بردگی اهل دین شکر دین ذکر دین انمی های توی کرد گرام بردگی مها خودشون میدونن
توی همه ها رفته اشتراک کرده زمره تنده توی کریم همه ها اشتراک کرده خدا به شکر من جدا سیر فرزندی سیر آیله همتی چند پول پرداخت کردید برای که در یک توی شما خدمت کنن غالب جان؟ چند پول؟ این مابین هر دوی خودمون سیری مخفی میماند. چند مقدار مبلغ؟ من اینش نمیدونم چند پول؟ ها فرزندان حساب کتاب کردن نه؟ آها پول باونده پول باونده سلامت باشید. کدام ترانه غالب جان یوسفوف بیشتر به شما پسند است؟ کدام ترانه‌شون؟ همش میزیبنده همش گوینده کدامش گویند من هم با قبول میکنم تا گشت رفته علم تکلی میشینم های غالب جان برو اومد گفت نبیاره چمن این ها ای بیاره مای چی بیاره مای چی بیاره نبیره و ابیره و چبیره ها رو نامش رو غالب جان مونده یا نه؟ دوتش موندگی رسیانده نام دو نبیره یا ابیره؟ ابیره تون رو غالب جان مونده غالب جان یک تشه طالب جان به خاطری که مثل غالب جان شود البته سلامت باشید یک تمنیات اینه یک دو اینه که مادری 85 ساله به غالب جان مرا الهیم پروردگار همین خلق برابر همتی شاده دوران کنند ما همه خیلی دور آمدیم تن جانکشان ساخت کند عمرتون دراز کند رزقتون وسیع کند ما هم سه بار خانه خدا بره بیتان الهی مق پروردگار سرکاتون آسان کند الهی دلکاتون بیغم کند الهی گوجاند باشیدان همتون امان خداوند باشیدان از او رحمتای کلان شما هم بم رحمت از گلستانی حیاتم شاهی گلها کنده شد از گلستانی حیاتم شاهی گلها کنده شد خونچه های باقی عمرش هر کجا افکنده شد السلام علیکم. سلام علیکم. ببینید خرسند شدیم که شما رو دیدیم. راستی کایخون ندیده بودیم. تشکر. تابتون چگونه است؟ بهترین است. پیش و پیش عید بهار، عید زنان به همه مادران عزیز مبارک باشد. هزار رحمت برای بانوان عائله شما هم مبارک باشد. خب ولی جان من این چندمین برنامه شما در برنامه کنسرتی غالب جان بعد از اینکه شما فعالیت خود را در تنهایی آغاز کردید. راستی سال 2010 بود بعد از پاش خوردن گروه ما آهنگ وای خوندگی بودیم تا ابد ما هم صداییم تا ابد ما هم صداییم و در هم خیلی بودم. بله. بعد باز سال 2018 بود در دوشنبه برآمد کردیم. اونجا هم برآمد شما بود بعدی پاش خوردن گروه. اونجا با پاپوری خوندیم همه سرودهایی که در گروه احسان خونده شده بودن همه ما از نو یعنی بازخوانی کردیم. قبول. ولی جو عزیزم اینجا یک سوال تعلیم نگرده. برآمد امروزه شما ارزشش چند پول با برآمد کرده ایستادید امروز در کنسرتی غالبجون یوسپوف؟ راستی ما برای برادرم همه وقت در خدمت آماده هستیم بی پول هستیم البته. انیق. نهایتا این اولین برآمده ولی جو عزیزم در تمام نزدیک 20 سال فعالیتشون رایگان. مبارک باشه. سلامت باشین. گاگو میشه برام رایگان هم برآمد میکنید. هست توی که شما رایگان میروید؟ البته چرا نه؟ بعضا افراد میگن که ولی جان حتی طربخانه تایله میکند. نه این گپو حقیقت ندارد. حقیقت ندارد. خب درباره فعالیت خودتون ما البته باز یک برنامه پر آماده می‌سازیم. بابت برنامه کنسرتی امروز چی میگویید؟ کنسرتی امروز شما رو در حیرت گذاشت. راستی فعال بودن مخلصا برای ما بسیار یک یک قوه دیگر الهام دیگر بخشید. بسیار همه تابشون بولیده زیرا که
یک سال همه در خانه بودن در این پاندemia و همه خرسند هستن. این خرسندی البته برای ما هم یک قوه میبخشد و هم آدم باز میخواهد که باز برای فعالیت کاری خود باز زیادتر حصه گذار شود. تشکر. خب سال 2020 یعنی سالی سپری گردیده بوده همین ترانه که شما در یک جایگی سر دید روی کار اومد جان برادران دل و جان برادران. راستی غالبجان چند غالبجان هنری آهنگسازی هم دارد، بسیار هنری آهنگسازی دارد. چند آهنگا به من روان کرد. راستی با یک مصلحتی آمدیم قبول نشد اون آهنگا، یعنی این اونقدر به دل نشست و چون همین برادران به من روان کرد گفتم انا این نقص این بهترین آهنگ. خیلی زود اینا یعنی خواندیم روی کار خواندیم و خوشبختانه مردم قبول کردن. برای ما بسیار چی است یک دستاوردی بسیار خوب است. یعنی پیشنهاد از طرف غالبجان شد که باز در یک ترانه بله و انشالله باز در آینده ما نیت داریم که ترانه هایی که در گروه احسان سراده شده بودن آنها رو باز از نو زنده کنیم. همین خیلی نیت ما هست، نقشه ما هست. شاید اون نقشه‌ای باشد که باز در یک جایگی یک برنامه کنسرتی پیشنهاد. امروز برنامه کنسرتی غالبجان است که شما برآمد کردید. یکون کنسرتی میشود که هر دوتون در یک جایگی با پورگی برآمد. ان شاء الله هست. در نقشه هست که همین ترانه هایی که در گروه احسان بودن همونای ما بازخوانی کرده یک کنسرت، یعنی با گفته روسو که ناستالژی هم مخلصایی که در جوانیشون گوش میکنن این آهنگو ما میخوام که همونای باز دعوت کنیم. در آنجا همون آهنگو است فقط که تنظیمش حضور زمان، یعنی تنظیم موسیقی در زمانه. خب یک تمنیاتی نیکی شما با غالبجان یوسپوف. تمنیاتی من با برادر عزیزم غالبجان موفقیتی آرزو دارم و گذار همیشه سلامت و سربلند و چون همیشه تالار پر از مخلص باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. من مراجعت کردم با مخلصان غالبجان عزیز و گفتنی هستم. میدونم این سوالهای ما این صحبتی ما البته شما رو قانع نکرد چون ما کم صحبت کردیم. البته در برنامه من بعد ما صحبتی دور و دراز خواهیم کرد با غالبجان عزیز. سلامت باشید. در کناری خاک رفتی پادری خاک ساری من خاک زیستی پاک رفتی خوب به آزاری من در کناری خاک رفتی پادری خاک ساری من خاک زیستی پاک رفتی خوب به آزاری من از گلستانی حیاتم شاهی گلها کنده شد امروز می‌بینم که بسیار دوگانه‌ها و خواهرهای مادری من در اینجا حضور دارند. من بسیار خرسندم که وقتی شما رو می‌بینم مادرم البته به نظرم می‌رسد. شما دیدم و وقتی ما دیدیم سلام بیا راز من نبودست زوقه همه خوشه خوشیم های خسی قدم آنه زوقه اینجا کجا باشده؟ این آدم هم سال شده آزار که؟ صدف لوله؟ آبا من این طرف شما کسی دیگه
وای یاشتم شما از اسرائیل نشکی با حالا باید کنم میبخشی و کجایی؟ وای کی؟ هر میکنه کنسرت تو خودت ده؟ هر میکنه مسئولی همینجا مامان اختیار جان بختیار جان اختیار تا دستی بختیار باواسه شخیار اکاسی منفیار دمانی از اینجا نمیرم من چی و نیرم من نوکار با آمدم امروز ات گفته شما موزیکانتوی پیش گرفتی کی حاله؟ موزیکانتو شما نایتمه نه خودت چی کاره به همین کنسرت؟ من مسئولی همینجا مسئولش چه؟ من برنده کجا میبری؟ من برنامه کنسرتی میبرم ها نه من یک اونجا و نمیرم من نه بیزنیس بایرام نکن من میشینم اینجا غالبجان نکو صدق نوله صدق نوله آیدشت اینجا بیا برنامه بایرام کرسن یا سلام علیکم غالبجان نظمه سلامتی ها نظمه تنجمه ایسرخ کنم که حاله بشه اسو بریم یک سال ایستو به سرش نمیشیم غالبجان میبخشی شما کی ما از دل محلام دید تو ایزک دست باندیم ما منم سالی با وقت خبر کردم آنیم گفتی خیلی بهتره تو 23 سپتامبر به خدا خواهد یعنی سال 2023 روزی 23 بودیم خدا خواهر میره ان شاء الله نصیب باشه غالب جان همین ما محل دین همه جمع شدیم دین همه جمع شدیم همه شکایت کرد که این غالب جان یوسپوف فقط بال اسب میخواند گل میخواند دوست میخواند چی به ما لیلی ها و نمیخواند خودشان یکته همین میگه یک ما میخوانیم نخوانیم ما نمیبریم من اینجا چه کنیم بچه ها؟ خانی تا اجازت به یک برای همین سوچ کنیم رقص میکنیم؟ رقصی بینندگان عزیز و ارجمند نهایتاً ما در صحنه قرار داریم که ما از همین صحنه برنامه کنسرتی غالبجون یوسپوف پیشکشی آمده شده است و در پهلوی من چون خود شما هم واقف کردید قهرمانی برنامه کنسرتی امروز خودی غالبجون یوسپوف. السلام علیکم. علیکم سلام. آقای عزیز مانده نشوید. تشکر سلامت باشید. ما برای مانده نباشید گفتن اومدیم. خوش آمدید. تبریک شما چگونه است؟ خیلی خوب. برنامه کنسرتی امسال از سال قبلی یکم فرقی داره یا نه؟ بله یکمی فرقی این که تمام سرودهای نو است. سال گذشته ما در برنامه خود یکچند سرودها از سالهای پیش استفاده برده بودیم و امسال کوشش کردیم که قریب 90% سرودهای نو هستند. تماما نو بسیار سرودها را ولی یکمی بار مردم گوش کرده هستند. یک سوال دیگر پیشنهاد کنم که غالب جان شاید الان سخنان به گوش شما هم رسیده باشد. انور جان و غالب جان یک نفرانی هستند که قریب 20 سال اینجوری برنامه کنسرتی پیشنهاد میکنند.
як бо як равия фақат костюмҳоишон нав мешавад халос мегӯянд. Шумо чӣ мегӯед ба ҳамин гуфтаҳо? Марҳамат, ин гуфтаҳои ман нест, гуфтаҳои мардум, баъзе аз мардум аст. ростига ман ин гапро якумин боз аз шумо шунидам. он касоне ки ба санъат ин қадар ҳам майл надоранд, шояд ин хел ба назарашон тобад. лекин мана худатон медонед ҳар як барномаи консерти ба кулли аз дигараш фарқ мекунад. мо масалан соли гузашта тамоман ороиши саҳна дигар буд, имсол дигар аст. Либос дигар, имсол дигар. Сурудҳо тамоман дигар. ҳатто либоси навозандаҳо низ дигар. фақат чеҳра як. мо худамон ҳамон инсон бо чӣ кор кунем дигар? мо ҳамон Голибҷон. Ёки мойлаб монем, риш монем. аки Голибҷон, агар иштибоҳ накунам, ин аввалин барномаи консерти шумо баъди аз даст додани модари азиз ҳамин? Бале, ҳамин хел, бале. Бинед, толори шумо пур аз мухлисон, пур аз нафароне ки ба шумо каф мекӯбанд, ба шумо боварӣ комил доранд. Вале ҳамон нафаре ки аввалин шуда бовар карда буд ки Голибҷон Юсупов рӯзе фаро мерасад ки санъаткори муваффақ мешавад, он нафар мутаассифона ҳузур надорад. Чӣ гуна эҳсос карда истодаед? бисёр сахт аст. Агар бовар кунед, агар ман ҳоло ба ин одат накардиам, худро танҳо ҳис карда истодам, лекин дар ҳар барномаи консерти ягон дугонаи модарам ёки ягон хола ёки аммаам мешинанд, камтар қуввати дил мешавад ки дар чеҳраи он шахсон ман модарамро мебинам ва дар вақти суруди модар бовар кунед ҳамин ба зӯр худамро медорам, лекин мебинам ки занҳо гиристӣ истоданд. хайр дигар чӣ илоҷ? ин кори худо аст. чанд соли охир дар барномаи консерти шумо ширкат карданд пеш аз маргашон? ҳар сол. ҳар сол соли сипаригарда ҳам буданд? Бале, буданд. Ҳамин дар рӯи пурраи ман нишаста буданд, дуо карда ишта буданд. ҳатто дар наворҳо ҳам ҳаст. аки Голибҷон, медонед ман чӣ мехоҳам ин лаҳза? Шумо як инсони муваффақ ҳастед, вале баъзе аз ҷавонҳо дар ҳаракати он ки муваффақ шаванд, инҷо онҷо ҳаракат мекунанд, вале аз падару модарашон бехабар мемонанд. ягон чизе гӯед ки барои онҳо дарс шавад? хоҳанд ки муваффақ шаванд. шахсе ки агар хоҳад ки кораш барор гирад, дар зиндагӣ азоб накашад, аввал дуои падару модарро гирад. бовар кунед, он шахсоне ки дуои падару мадар гирифтааст ва хизмат кардааст, ҳеҷ гоҳ дар зиндагӣ дар намемонад. ва насиҳати ман ҳамчун бародарона ҳамин аст. мо тарафдори онам ҳастем ки бигзор ҳамаи фарзандон ба қадри модарон расанд. хоб одатан моҳи апрел барномаи консерти шумо пешниҳод мегардед. як бора моҳи март чӣ сабаб гардид? ба моҳи март кӯчондед? агар шумо огоҳ бошед, унвони барномаи мо шоҳи гулҳо модарам. ман хостам дар рӯзи модар бо ҳамин унвон як тӯҳфаи идона кунам барои модарону хоҳарам. ба Анварҷон Ахмедов ягон таъсир намерасонад? мо албатта бо он кас маслиҳат кардем. соати 12 консерти он кас, соати 2 консерти он кас. мухлисон метавонанд аз консерти Анварҷон баромада ба консерти ман биёянд, ёки аз якум сеанси консерти ман баромада ба консерти Анварҷон. ташаккури бепод. як таманниёти неки шумо ба кулли онҳое ки моро аз он тарафи экран ҳамроҳӣ карда истоданд. ташаккур. аввал пешравӣ таманно мекунам. ба занҳо ид муборак бод мегӯям. ба шумоён муваффақият, барори кор хоҳонам. бояд қайд намоем ки шумораи шогирдони Голибҷон Юсупов хеле зиёд ҳастанд ва ду шогирдони эшон барои баромад кардан ба ин барномаи консерти аз худи Душанбе ташлиф оварданд. Асанҷон ва Сиёҳушон, шуморо хуш омадед мегӯем ба Хушанди Бостонӣ. саломат бошед. таби шумо чӣ гуна аст? хеле оли аст. таби идона аст. маҷлис баромад мекарда бошед, ин қадар ҷиддӣ ҳастед. камтар шояд дар рӯи камере ки саволу дисоти шояд барои бошад чеҳраи бекушед. саломат бошед. хуб, чанд тарона месароед дар барномаи консерти имрӯза? мо як суруд омода кардем бо ҳамроҳии Сиёҳушон бо номи дӯстӣ аст ва дар як басти консерт ҳамин рӯз як суруди дӯстӣ дует
میسریم تمام باز پگاه میرویم دوشنبه. قبول. این ترانه نو است یا اینکه نو است ها. بیاید این طرف کنیم. اول یک ترانه غالیبجان یوسف رو هر دویش ما در یجوگی سراید ما بها دیم، یعنی بیننده ها انیخترش بها دیم. پس زود میگذاریم به ترانه نوی که امروز میسراید. ما بله ما سرودی غالیبجان یوسپوف با ولیجان عزیزوف سرودی برادران خواندگی با همینا یک بار خواندگی بدیم ما همینا باشد مرحبا. دوست دارم به یک ترانه یک جان شد دو نوایی عاشقانه احیا شد دو نظر به هم بیامد پیمان گشت دو دلی برادرانه دنیا شد دو نظر به هم بیامد پیمان گشت دو دلی برادرانه دنیا شد جان برادران دل و جان برادران هم جانی جهان هم جهان برادران جان برادران دل و جان برادران هم جانی جهان هم جهان برادران در ماتم و بزم زندگی پیوسته یک قول و قسم یک زبان یک بیان برادران ازور آمد بگذار آواز شما خسته نباشد. سلامت باشید. تشکر. انا همون ترانه که امروز میسراید کنی یک بار دیگر همون ترانه رو هم شنویم. دوست بهری دوست چون آینه است مسکن یاران اندر سینه است دوست بهری دوست چون آینه است مسکن یاران اندر سینه است از برادر دیده یاران برترم چون که اندر روزی سختی در برم از برادر دیده یاران برترم چون که اندر روزی سختی در برم دوستی را دوست می‌داره ما دوستی را پاس می‌داره ما در تمامی لحظه های زندگی دوستی را خاص می‌داره ما در تمامی لحظه های زندگی دوستی را خاص می‌داره ما ازور آمد هیچگاه آوازتون خسته نباشه. خب نسبت خودی غالیبجان چی میگه؟ غالیبجان یوسپوف هنرمندی واقعا اصیل است. غالیبجان یوسپوف هنرمندی است که با تمام ژانرهای موسیقی ملی و غیر ملی میتواند سرود سراید و خود که خط کرده طوری در کنسرتشون گفتگی هستند ششم خم هستند برای همین به درجه عالی این خیلی هنرمند فکر میکنم در چند ده سال ها شاید یک مرتبه تولید شود زیرا که هنرمند هستند که هم شعر ایجاد میکنند هم آهنگ های بسیار زیبا ایجاد میکنند و همچنین با ژانرهای دیگری صنعت ملی میسرایند و بسیار ایده و فکرهای خوب در مسئله کلیپ تیار کردن در مسئله کنسرت گذاشتن و من امروز کنسرتی که الکی بسته چهارم رفته ساده است این خیلی کنسرت درستی گپ ندیده بودم این خیلی آرایش صحنه این خیلی برنامه بسیار هم عالی که و من فکر میکنم برای دیگر هنرمندان یک درس هم باشه که خیلی کنسرت گذاشتن لازم واقعا هنرمندی اصیل هستن اصالت خویش دارن هنرمندی واقعی هستن و من با استاد غالیبجان یوسپوف باز هم برار میخوام. تشکر. چند سال اینجا نشون شاگرد هستید؟ و تاریخی شناسایی اولین بار کی دیده بودید؟ 6 سال بود. 6 سال پیش ما در شهر استرابشان کنسرت ماندن ما اومدیم و در همونجا برآمده سرود خواندیم. سرودی نمیجا محکموف سروی دیلارو گذاشته با استاد و غالیبجان یک جای خواندگی بودیم. بعد همون مناسبت ما و از این پیش از همون دور گروه احسان ما هم خیلی به طور غایبانه شاگرد بودیم و می‌آموزیم و من همیشه سرود رو از همین دیسکو MP3 هایی که ترک هایی که غالیبجان دارن از همون گوش کردن می‌آموزیم برای همون از همون موفق تمانیت اینه که شما با غالیبجان من با غالیبجان یوسپوف هنرمندی معروف و محبوب در جاده صنعت برار میخوام خودم آرزو دارم که الهی تنشان همیشه صحت باشد روزگارشان آباد باشد زندگیشان همیشه به پیش باشد خدای خداوند همین خیل هنرمندی که هست سالهای طولانی و مردم خدمت کنند و هنرمندی هستند در واقع 25 سیانس 25 بس کنسرت ماندگی هستند که در تاجیکستان این رکورد است و باز سیانس ها بس‌های کنسرت بسیارتر شود باز هم برنامه‌های جدیدشون در سالهای دیگر برای مردم تاجیکستان مردم عالم پیشکش کرده باشند الهی صدای غالیبجان در فضای تاجیکستان و سراسر جهان همیشه طنین انداز باشد مبارک باشد برنامه کنسرتی به غالیبجان یوسپوف برای استاد غالیبجان یک 4 مصرع میگم برآمد با آوازت بیاید رشکی بلبل زی آهنگ و سرودت اشکوفت گل بیا بر صحنه و وصفی وطن خواه
برغمی دشمنانی ما و من خان بیا بر صحنه و وصی وطن خان برغمی دشمنانی ما و من خان سلام زنده باشی سلام خامدو آوازی تو را طبع دلی ما بادا آوازی تو را طبع دلی ما بادا آوازی تو در خاطری دلها بادا آوازی تو گر خسته شود خسته شویم آوازی تو آوازی دنیا بادا هزار رحمت سیاوش جان و حسن جان و سیاوش جان و سیاوش جان هم صحبت ما بودن برای شما هم موفقیت های بی‌نظیر ما موفقیت ها آرزومند هستیم هزار رحمت با چنین رقص و شادی و سرود برنامه کنسرتی امروز هم به پایان رسید. ما خواستیم که چند پارچه رو از برنامه کنسرتی امروز پیشنهاد شما گردانیم. تشکر میگیم که ما رو از اون طرف اکران همراهی کردید. ما بار دیگر با غالیبجان یوسوپوف و با گروه ایجادی ایشون موفقیت‌های بی‌نظیر خواهان هستیم. همیشه با ما باشید. بار دیگر هر کدام شما رو با بهاری نازنین با اومدن نوروزی نازنین تبریک و تهنیت می‌نمیم. موفقیت همیشه همراهتون باشد. ما رو همیشه از اون طرف اکران همراهی نمایید. عید مبارک مادران عزیز